پدر من شعر می‌نوشت. شعر می‌نوشت که شعرهایی که ما می‌نویسیم خیلی نه شعرهاش اما خیلی پوش کردن که اون چوب کردن نشد. من با هم طرز خود خبر می‌گرد که شعر است. چیکاری که آدم رو همون بسیار پیش ما شعر می‌دن میگه که همین شعر است. اون شعر نیست یک چیز دیگه هم پوشه شعر است. سر و کار گرفتن من به مطبوعات از ایام دوره مکتب خوانی آغاز گردیده است. اون سالهایی که مکتب خوان بودم اون سالها ناحیه ما با ارجنیک زوباد حاضره شهر وحدت یک جایه بودم و در اونجا روزنامه کمونه چاپ میشد و من گاه گاهی با اون روزنامه موضوع میفرستادم و خبرهای کوتاه چاپ میشدن. بعد تشکیل شدن از نو جدا شدن و تشکیل شدن ناحیه فیض‌آباد سال 1970 روزنامه مهنت کمونیستی شماره‌های اولین اون از چاپ برآمد و اون سالها نیز من خواننده مکتب بودم و همکاریم با این روزنامه زیادتر گردید. گفتن می‌ارزد که از روزهای اولی که روزنامه تأسیس یافت خبر و مقاله‌های من قریب که در هر یک شماره چاپ می‌شد و این باعث روح بلندی خیلی زیادی من می‌گردید و دستگیری و غمخوری‌ها و هدایت‌های بی‌واسطه اکای عزیز ما که جورابک بود که من روی روزنامه‌نگاری رو پیشه کردم و بعد ختم مکتب به شعبه ژورنالیستیک دانشگاه ملی تاجیکستان که پیش یونیورسیته دولتی تاجیکستان میگفتن داخل شدم و سالهای دانشجویی نیز با روزنامه مهنت کمونیستی علاقه‌مندی زیادی داشتم و سیاحت دانشجویی بسیار شعر و مقاله ها میفرستادم و چاپ میشدن و بعد ختم دانشگاه با توصیه دانشگاه عالی به ناحیه آمدم و کار از روزنامه مهنت کمونیستی آغاز نمودم و از اون سالها اینا طولی زیاده از 50 سال است که در روزنامه اول مهنت کمونیستی بعد و نبض فیض‌آباد کار و فعالیت کرده ایستادم و آنچه در فعالیت من کامیاب شده باشم هم از دستگیری های و هدایت های اکای جورابک می باشند زیرا که هر یک مواد نوشته ما زیر تحریری اکای عزیز ما می گذارد و بازم اندیشه می کنم شماره زیاد کارمندان به این درگاه آمدن از اینجا به وظیفه های کلان هم رفتن و همه اونها شاگردان اکای جورابک می باشند زیرا که موادهای آنها همه زیر تحریر قلم اکای جورابک قرار می گیرد.